امسال بهترین سال رافینیاست، برنده توپ طلایی قطعا. جدی میفرمایید؟ توپ چه طلایی؟ شما دارید امباپه که تو همه فصل داره میدرخشه رو با رافینیا که بعد این همه فصل یه فصل درخشیده مقایسش میکنید؟ اصلا بریم سراغ آمار بازی ها. هر دوتاشون پستشون وینگر چپه. رافینیا با 36 بازی تو لالیگا 18 گل و 9 پاس گل داشته، ولی امباپه با 34 بازی 31 گل و 3 پاس گل داشته. اگه ما تعداد گلای رافینیا با تعداد پاس گلاشو جمع کنیم تو لالیگا، حتی به تعداد گلای امباپه هم نمیرسه. رافینیا با 57 بازی تو کل رقابت‌ها 34 گل زده، ولی امباپه تو کل رقابت‌ها با 56 بازی 43 گل زده. امباپه توی 19 سالگی جام جهانی داشته، ولی رافینیا چی داشته؟ خالی بازی می‌کرد. شما میگید که رافینیا لایق توپ طلا و بهترین فصلش بوده. از بازیکن ما یعنی امباپه که زیاد فصل خوبی نداشته، آمارش پایین‌تره. بعد چجوری لایق توپ طلاست؟ امباپه یه بازیکن همه چی تمومه. سرعت داره، تموم کنندگی داره، خلاق هست، بازی ساز هست و جامای زیادی داره. ولی رافینیا چی؟ جز بازی سازی کار دیگه بلده؟ امباپه تو فصلی که انقدر خوب نبود کفش طلا رو گرفت و ماشین گلزنی بود و تو همه جاما گلزنی کرد. و اصلا بریم سراغ جاما. امباپه با 26 سال سن 22 جام رسمی داره، ولی رافینیا چی؟ با 28 سال سن 10 جام رسمی داره. با اینکه بازیکن شما 2 سال از بازیکن ما بزرگتره، تعداد جاماش خیلی کمتره. یعنی بازیکن ما 2 برابر بازیکن شما جام داره. میدونین چیه؟ مشکل از بازیکن شما نیست، مشکل از تیم ما که هر بازیکنی میاد توش میدرخشه.